افغانستان توپ بازی در میدان هند و پاکستان. افغانستان کشوری که به باور بسیاری ها در بیشتر از 6 دهه گذشته به عنوان میدان جنگ نیابتی هند و پاکستان شناخته شده است. میدان جنگی که هنوز هم آتش در آن شعله‌ور است. حکومت وحدت ملی با اعلام ایجاد موازنه میان کشورهای همسایه منطقه و جهان شکل گرفت، اما ظاهراً دوستی با یکی دشمنی و یا هم نارضایتی دیگر را به همراه دارد. نزدیکی امروزی کابل با اسلام آباد به گفته برخی ها هند را نگران ساخته است. در کنار سیاست ظاهراً جنگ نیابتی اقتصادی نیز در جریان است. تازه ترین مورد خروج هند از پروژه ابتا، خروجی که به باور برخی ها مخالفت پاکستان زمینه ساز آن شد. چند پرسش: چرا هند از پروژه ابتا بیرون شد؟ آیا هنوز هم افغانستان قربانی جنگ نیابتی هند و پاکستان است؟ در نهایت رئیس جمهور غنی به هند می رود. دهلی نو چه خواهد خواست؟ در پرسپال کنونی آقای عمر سنا، سفیر هند در کابل، با من مسلم شیرزاد. تشکر آقای سفیر از حضور در تولو نیوز. تشکر از شما. بسیار خوشحالم از اینکه دوباره با تولو نیوز هستم و سلام خدمت تمام بینندگانتون. از داغ‌ترین موضوع آغاز می‌کنم. موقفتان در مورد توافقنامه ابتا چیست؟ خوب است که ما یک بار دیگر در مورد مسائل بازرگانی و ترانزیت بحث می‌کنیم. موقف هند در این باره همیشه واضح و روشن بوده است. ما به گونه کامل متحد هستیم تا همگرایی و همسویی منطقه‌ای را تقویت بخشیم که آن عبارت از حق دسترسی کامل افغانستان و هندوستان، بلکه فراتر از افغانستان در بخش ترانزیت و تجارت. به همین منظور ما اهداف مشترک را در چارچوب موافقتنامه ابتا دنبال می‌کنیم. ما خوشحال هستیم که توافقنامه ابتا در حال گسترش است. مسلماً ما می‌خواهیم که موافقتنامه نه تنها به طرف شمال بلکه به سمت جنوب نیز گسترش یابد. و این خبر است که همکنون در موافقتنامه ابتا گنجانیده شده است. و توافقنامه در نفس خود بر این امر تاکید دارد که در صورتی که توافقنامه توسعه یابد، باید هندوستان و کشورهای عضو سازمان سارک نیز شریک ساخته شود، چیزی که یک بازار وسیع را برای افغانستان مهیا می‌سازد. That when it will be expanded, it will also expand southwards, that is to India and to other SAARC countries, which will open up a huge market for Afghanistan. اما اکنون گفته می شود که این توافقنامه نهایی شده و شما بخش از ابتا نیستید. We were never part of this agreement. This was a bilateral agreement signed in 2010 between Pakistan and Afghanistan. نه خیر، چون این کار صورت نگرفته است. در نخست باید واضح بسازیم که بخش از این توافقنامه نبودیم، چرا که ابتا یک توافقنامه دو جانبه بود که در سال 2010 میلادی میان دو کشور افغانستان و پاکستان به امضا رسید. شما اگر به گونه دقیق روی آن فکر کنید، این توافقنامه دارای بندهای مخصوص است که در آن زمان شمولیت هند را در آن رد نمودند. اما وقت توافقنامه توسعه پیدا کرد، این کار برای همه ما زمینه‌های جدید را به میان آورد تا برای همگرایی هرچی بیشتر در منطقه بیاندیشیم. و آن فقط خارج کردن هند را در بر نمیگیرد، چون هند خوشحال است که به این توافقنامه شامل شود. این یک توافقنامه دو جانبه است که دو کشور شامل در آن رایزنی می‌کنند و ما دلچسپیمان را برای شامل شدن در این توافقنامه به جانب دولت افغانستان بازگو نمودیم. India would love to join, but this is a bilateral agreement the two parties are discussing, and we have expressed our interest in joining this to the Afghan government. اما حکومت افغانستان گفته که هند علاقه به بودن به بخش از ابتا ندارد. I have been in touch with the Afghan government. Let me tell you, you will see the context of it. See, 4 years ago, India. نه خیر، من فکر نمی کنم که این طور باشد، چون من با مقام‌های افغان در ارتباط بودم. اجازه بدهید بگویم که شما به پیشینه این موضوع نگاه کنید. 4 سال پیش هندوستان میزان مالیه را بر امتحای افغانستان کاهش داد به دلیل اینکه افغانستان بتواند از بازارهای هند بهره برداری خوبی داشته باشد، چون هندوستان 4مین بازار بزرگ اقتصادی در جهان است.
رئیس جمهور غنی نیز متقاعد شده است که داشتن یک رابطه بازرگانی با هند سبب شکوفایی افغانستان می شود. کار دوم که ما انجام دادیم هنگامی که گروه مشترک کاری تفاهم نامه افتا توافق کردند که موترهای باربری افغانستان به مرز هند اجازه ندارند و تنها می توانند تا بندر واگه بروند. ما همزمان به حکومت افغانستان نامه فرستادیم و روشن گفتیم که ما اعتراض نداریم و اگر موترهای باربری با امتعه افغانی تا بندر عطاری بیاید اجازه داده می شود و این موضوع در تفاهم نامه ابتا گنجانیده شده بود. اما نمیدانم این مسئله چرا دوباره به میان آمد. به هر حال ما توانستیم آن مسئله را حل کنیم. کار سوم که ما انجام دادیم، اجازه بدهید به عقب برگردم. در نشست ماه نوامبر سارک تفاهم نامه ترانزیتی که در 26 ماه نوامبر آماده امضا بود. اگر این تفاهم نامه به امضا می رسید، امروز موضوع شمولیت و یا حذف هند در ابتا به میان نمی آمد و ما همه به یک جاسازی منطقوی دست می یافتیم. اما این کار صورت نگرفت. نه به دلیل عدم علاقمندی افغانستان و هندوستان، بلکه یکی از اعضای سارک پیشنهاد کرد که تفاهم نامه به زمان بیشتر نیاز دارد و سرانجام به تعویق افتاد. همزمان مشاهده میکنیم که پاکستان سخت میکوشد که تفاهم نامه ابتا را گسترش بدهد، اما در یک مسیر مشخص، آن هم به مسیر شمال افغانستان، که ما این را نامتوازن یافتیم، به خاطر که اگر هدف یک پارچگی ملت ها باشد و چیزی که رئیس جمهور غنی بیان کرد به عنوان این که افغانستان قلب آسیا است، پس تمام مسیرها باید گشوده شوند. اجازه بدهید من به عنوان یک اقتصاددان برای شما بگویم که من تفاهم نامه ابتا را نامتوازن یافتم. نامتوازن به خاطر که افغانستان با 4 یا 5 کشور همسایش دسترسی دارد: ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان، کشوری که بیشتر به خشکی محاط است و از نگاه مرزی نیز یک کشور محدود به بسته است. پاکستان اگر همکاری با افغانستان و هند نداشته باشد، پس این کشور مرز زمینی با افغانستان و هندوستان نخواهد داشت و پاکستان تنها بندر کراچی را خواهد داشت. همه ما حتی آگاهان در پاکستان می‌خواهیم واقع بینانه بگوییم که پاکستان در وضعیت بدتر ترانزیتی نسبت به افغانستان قرار دارد. افغانستان می‌تواند اجازه بنادر چابهار و دیگر بنادر را هم داشته باشد. در این میان کسی زیان می‌بیند که با یک پارچگی فکر نمی‌کند. Afghan negotiators and all of us have to realize, and even Pakistani negotiators have to realize, that they are in a worse off situation than Afghanistan. Afghanistan can have access routes. Lapis Lazuli route is being talked about. Chabahar route is being talked about. So it is they who stand to lose much more if they don't integrate. پرسش دیگر در مورد چگونگی پابندی پاکستان به تعهداتش است. چرا پاکستان به تعهدات تجارتیش پابند نیست؟ Oh, it's difficult for me to answer on their behalf. Really, you have to ask them. این واقعا دشوار است که من پاسخ بدهم. شما باید از آنها بپرسید. اما من می توانم این بررسی را داشته باشم از تجربه‌ای که از بازرگانان افغان و هندی دارم. واقعا مشکلات جدی وجود دارد در تطبیق، تأخیر در ترانزیت و مصارف اضافی که صادرات افغانستان را غیر قابل مقایسه می‌سازد. اکنون هم کالاهای وارداتی پاکستان در افغانستان وجود دارد که قیمت آن خیلی گزاف است. کشورهایی که تفاهم نامه امضا می‌کنند باید در عملی آن صادق بوده و متعهد باشند. این چرا عملی نبوده من در موقعیت نیستم که پاسخ بدهم. اما گفته می‌توانم کالاهای افغانی که توسط کانتینر به کراچی انتقال داده می شود قیمت آن بلند می رود و این امر سبب می شود که کالاهای افغانی در بازارهای منطقه رقابت کردن نتوانند. From Kabul to Karachi is very high, which makes very difficult for Afghan exports to compete in the world market. So if we talk about the پسرگاه در مورد توافقنامه ابتا سخن می‌زنید، فکر می‌کنید چالش‌های جدی در برابر این توافقنامه چه مواردند؟ This is one issue. It is unequal in a sense that while Afghanistan gets 2 access routes, not fully to India, but only up to Wagah, and that also where trucks have only been allowed to basically. موضوع اول، افغانستان اجازه 2 جاده نامتوازن را دارد. اجازه کالاهای بازرگانی را تنها تا بندر واگه دارد، نه تا هندوستان. برای موترهای باربری اجازه داده می شود که میوه تازه و یا دیگر امتعه را به بندر واگه در کراچی انتقال دهند و این برای افغانستان خیلی زمانگیر است، همراه با خسارات و مصارف اضافی. ضمن مالیات اضافی، کارهایی که در 6 یا 7 روز باید انجام شود، ماها به طول می انجامد. از تجربه‌ای که ما داریم، کانتینرهایی را که برای پارلمان افغانستان از راه کراچی انتقال می دهیم
به صورت اوسط 45 تا 60 روز را در بر میگیرد که این سبب افزایش مالیات می شود. مثال دوم از مشکلات را که بگویم قسمی که شما هم میدانید هند متعهد به انتقال گندم به افغانستان است. اکثر گندم هند در بخش‌های از پنجاب کشت می شود و در مدت 2 روز از بندر واگه به کابل می رسد. این محموله های گندم از راه زمینی به ممبئی انتقال می یابد و سپس توسط کشتی به کراچی انتقال داده می شود و از کراچی باز هم از راه زمینی به پشاور و بعد به کابل انتقال می یابد که خیلی زمانگیر است و خیلی مصارف اضافی بالای امتع وارد می شود. And also as assistance. Now this wheat is grown in Punjab part of India, which is the granary. It just has to cross Wagah border to other side of Punjab, and in 2 days it can reach Kabul. However, this wheat has to taken from Punjab in Indian side by road to Bombay, then from there by ship to Karachi, then of course the delays at Karachi port, then again by road to Peshawar, and then. So it takes a lot of time and a lot of extra costs. So, Mr. Ambassador, do you think that there پس آقای سفیر، آیا فکر میکنید موضوعات سیاسی میان افغانستان، پاکستان و پاکستان و هند موضوعات اقتصادی منطقه را متاثر ساخته است؟ economical issues? I would think yes. Unfortunately, it has become hostage to political issues. Our desire and our request. بله، اما متاسفانه موضوعات اقتصادی به گروگان گرفته شده است. اما همواره خواهش ما این بوده که این موضوعات از هم جدا نگه داشته شوند. ما باید به مردم و بازرگانان اجازه بدهیم تا موضوعات اقتصادی رشد کند. رشد موضوعات اقتصادی خیلی از دشواری ها را برطرف می سازد. پاکستان روابط تجاری زیاد با هندوستان دارد. تجارت ما به بیشتر از 4 تا 5 میلیون دلار می رسد. اما پاکستان ملاحظات را در قسمت ترانزیت زمینی دارد و احترامی که یک ملت باید داشته باشد برای ما نمی دهد. واردات را تا کراچی اجازه می دهد ولی تا واگه اجازه نمی دهد و این واردات به بازرگانان افغان هم داده نمی شود و تنها توسط بازرگانان پاکستانی صورت می گیرد. در پهلوی این پاکستان در قسمت ترانسپورت زمینی نیز با هند تجارت می کند. ما در حال حاضر خدمات خط آهن از لاهور به دهلی و از سند به راجستان داریم و پاکستان خدمات بس مسافربری نیز دارد از لاهور به دهلی و از مظفرآباد تا شریناگر. اما من واقعا نمیدانم که چرا چیزی که به منفعت پاکستان است به منفعت افغانستان نباشد. وقتی پاکستان با استفاده از خط آهن و بس به دهلی وصل شده می تواند، چرا افغانستان نتواند؟ Understand why something that is good for Pakistan should not be good for Afghanistan. If Pakistanis can travel by bus and train, why should the Afghans not travel to Amritsar or to Delhi by bus? And that is what we are working for. پس اگر همه گپ‌ها را کنار هم قرار دهیم، فکر می‌کنید چرا ابتا در تجارت منطقه‌ای مهم است و نقش هند در این توافقنامه چیست؟ And also, what is the role of India for being part of that? Well, India has made already expression of interest that we would like to join. خب هند پیش از این علاقمندیش را نسبت به شریک بودن در ابتا ابراز نموده است. ما همچنان طرح دو جانبه مسیر ترانسپورتی زمینی با افغانستان را مطرح کردیم. این بدان معنی است که از دید قانونی همه چیز آماده است و هر روزی که پاکستان قبول کند این کار عملی شده و بسها از جلال آباد و کابل به دهلی و از مسیر لاهور بر سند خواهند رفت و این یک تغییر بزرگ است. پیش از دهه 70 چنین کار میشد. در آن زمان اروپایی ها، هندی ها و پاکستان از این مسیر استفاده میکردند. پس این انگیزه وجود دارد که با آمدن رئیس جمهور غنی به هند این تفاهم نامه به امضا برسد. And we hope that this bilateral motor vehicles agreement we will be able to sign when President Ghani visits India. پس در کل ابتا چقدر برای نزدیکی تجارتی میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا مهم است؟ See, the logic is economic, purely economic. Ultimately, the landlocked countries need access to markets. ببینید منطق این موضوع تنها و تنها اقتصادی است، زیرا کشورهای مهاد و خشکن نیاز به بازار دارند و همچنان کشورهایی که کارخانجات دارند و به منابع نیاز دارند. پس هرگاه مثلا بازار هند را ببینید، ظرفیت بالای از پذیرش تولیدات افغانستان را دارد که متاسفانه سطح کنونی آن خیلی پایین و افغانستان تنها با انتقال فوری میوه‌جات و میوه خشک آن را به دست میآورد. تصور کنید که اگر افغانستان بتواند منابع سنگین مانند طلا، آهن و غیره مواد را فرستاده بتواند، منافع آن به افغانستان به زودی 10 چند خواهد شد. پس آسیای مرکزی به تنهایی خود هم بازار بزرگی است. پاکستان خودش یک بازار بزرگ است.
پس این مراکز منابع مهات و خشکه و بازارهای بزرگ نیاز دارند و اینها چین، پاکستان و هند می باشند. و در حقیقت پیشبینی رشد سریع هند و چین وجود دارد و پاکستان هم یک بازار قابل دید دارد. پس اینها همه مواردی اند که برای تمام این کشورها مهم پنداشته می شود. So they will all grow again if they had free access to all these countries. فراتر از توافقنامه ابتا می شود بگوید آمار تجارت میان هند و افغانستان چقدر است و چالش ها فراراه تجارت کدام مواردند؟ The biggest challenge of course was the transit as you said. And the other common challenge that we have is this worry about terrorism. بزرگترین چالش چنان که شما گفتید موضوع ترانزیت است و در کنار آن چالش های دیگر چون توریسم و ناامنی است که توسط تورستان حلقه های حمایتی از تورستان در منطقه است که دولت انتخاباتی و دموکراتیک را به چالش روبرو می سازد و این موارد تاثیرگذار است و اقتصاد را بدون شک متاثر می سازد. Which then suffers in governance, in delivery of services, in actually implementing its economic plan. از موضوعات سیاسی به مسائل اقتصادی تمرکز میکنیم. پس از 8 ماه از گفتگویی که با شما داشتم، هنوزم فکر میکنید که پاکستان پناهگاه تروریستان است؟ Well, it's not a question of my believing. And please, I don't want to be quoted on this, but I go by what Pakistani leaders are saying. خب تنها من این مورد را تصور نمی کنم. لطفا نمی خواهم این را نقل قول کنم، اما چیزی را می گویم که رهبران پاکستانی آن را می پذیرند. رئیس جمهور مشرف در گفتگوی قبول می کند که آنها گروه‌های را حمایت کردند و طالبان را هم به عنوان ابزار فشار استراتژیک نگه داشتند. و چند پیش هم جنرال اسد درانی رئیس پیشین آیسای خیلی واضح گفت که بله ما چنین کردیم و این پالیسی ما بود. زمانی که از او پرسیده شد که آیا شما کمک نموده و آنها را تجهیز نمودید، او گفت بله اما باید بیشتر از این کمک می شدند زیرا این پالیسی کشور ما بود. پس فکر می کنم گذشته چنین نشان می دهد و هیچ شک وجود ندارد. So I think the record is there. I don't think there is any doubt. But Mr. Ambassador, let's talk about now also. اما آقای سفیر در مورد اکنون هم بگویید آیا تغییری در پالیسی دولت پاکستان در برابر تروریسم می‌بینید؟ Do you see any kind of change on the policy of Pakistani government on terrorism issue or not? See, what their policies are towards Afghanistan, it is really for Afghanistan government to assess and say. ببینید پالیسی که آنها در مورد افغانستان دارند چیزی که باید حکومت افغانستان در مورد پاسخ بگوید. اما در مورد هند باید گفت که ما در 8 ماه گذشته تلاش‌های زیاد عبور مرزی به هند را داشتیم. یک شمار قابل ملاحظه از شلیک‌های را داشتیم. این چیزها اتفاق افتاد و چند روز پیش مغز متفکر حمله بمبئی آزاد شد. پس اینها نشانهای مثبت نیست و این موارد از سوی ما و ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهایی که شهروندانشان را در حملات بمبئی از دست دادن نکوهش صورت گرفت. پس باید بگویم که ما از موقف جدید وزیر خارجه پاکستان خوش شدیم که گفت هرگاه طالبان با حکومت افغانستان همکاری نکنند آنها دیگر جای و حمایت در پاکستان نخواهد داشت. پس این خبرنامه همچنان نشان می‌دهد که طالبان در پاکستان زندگی می‌کنند و اگر با حکومت منتخب پاکستان موافق نباشند دیگر جای در پاکستان نخواهند داشت. پس این یک خبرنامه خوب دولتی است. خب این که تطبیق میکنند یا نه دولت افغانستان در مورد قضاوت خواهد کرد و ما هم خواهیم دید. So that's a good policy statement. پس فکر میکنید این پالیسی تطبیق خواهد شد؟ Well, whether he implements it or not it's for the Afghan government to judge, but we will see. Yeah, Mr. Ambassador, when we talk about the Afghanistan issue and we ask from you اما اینجا اکثریت مردم به این باورند که هرگاه در مورد موضوعات منطقه‌ای چون طالبان هراس افغانی گپ میزنیم افغانستان بخشی از قربانی جنگ نیابتی میان هند و پاکستان است. پس در کل دید شما نسبت به رابطه حکومت وحدت ملی با پاکستان گفتگوهای صلح با طالبان با آمدن رئیس آیسای به کابل چیست؟ The ongoing issues about the peace process. See, we are fully supportive of the National Unity Government and President Ghari's initiative.
ببینید ما دولت وحدت ملی و رئیس جمهور غنی را حمایت نمودیم و دید ما این است که افغانستان متحد، صلح آمیز و خوشبخت را ببینیم و این تقاضای مردم و دولت افغانستان است و ما هم به گونه کامل آن را حمایت نمودیم و حتی از گفتگوهای صلح پشتیبانی نمودیم. ما آماده حمایت بودیم و در هر جای گفتیم که از روند گفتگوهای صلح و گفتگوها حمایت میکنیم. البته خطوط سرخ هم وجود دارد. اول نگهداری دستاوردهای 13 سال گذشته، احترام به قانون اساسی و حکومت منتخب افغانستان که این موارد استقبال ما را با همراه دارد و باید مد نظر گرفته شود. اما خوب شد که شما از موضوع جنگ نیابتی هند و پاکستان و دیگر موارد گفتید، موضوعی که توسط خبرنگاران و تحلیلگران عنوان می شود، اما باید گفت که این یک تصور دودی است و یک چیز واهی و غیر حقیقی، زیرا این به جهت آن گفته می شود تا مداخله پاکستان در افغانستان توجیه گردد، زیرا یک همسایه دوستانه نیست. ببینید نیابت هند در افغانستان چیست؟ نیابت هند در افغانستان مردم و حکومت افغانستان است. اینها از وضعیت رنج میبرند و ما نمیخواهیم که اینها رنج ببرند. مشرف خودش گفت که طالبان ابزار نیابتی پاکستان است. Our proxy are Afghan people and the Afghan government. They are the ones who are suffering. We don't want them to suffer. But Musharraf himself has said that Taliban is its proxy. Now, does India support? Let me ask, when we talk about the proxy issues. اما آقای سفیر، هرگاه در مورد جنگ موجود افغانستان سخن میزنیم، سیاستگران پاکستانی حتی در درون دولت پاکستان میگویند که مشکل اساسی موجود نفوذ هند در افغانستان است و ما باید از طالبان حمایت کنیم. It's not about, for example, Durand issue, even. It is the Indian issue. اما هند اینجا چی میکنه؟ هند در امور پاکستان مداخله میکند. مثلا پشتونها و بلوچها را پشتیبانی کرده و ترغیب به آزادی میکند. For freedom, for example, they clearly said about. Well, good you are raising these issues. Tell me. خوب شد که این موضوع را گفتید. بدون شک این فرمول های خیلی خوبی است، اما هرگاه تاریخ و جغرافیا این موضوع را ببینید متوجه می شوید که اگر هند از مسیر افغانستان هم به بلوچستان دسترسی نداشته باشد و شما می دانید که مسیر افغانستان به بلوچستان، هلمند و قندهار که در دهه گذشته نیروهای ناتو در آنجا حضور داشتند و این سناریو را تصور کنید که آیا هند می تواند حمایت از آنها داشته باشد؟ هیچ ثبوت حتی نزد امریکایی ها وجود ندارد که نشان دهد ما مداخله نمودیم. پس چگونه ما می توانیم کمک های پولی و تسلیحاتی که گفته می شود انجام دهیم در حالی که دسترسی مستقیم هم نداریم؟ ببینید بلوچستان همچنان مرز بحری دارد. تصور کنید که اگر کشور بخواهد کمک با بلوچستان انجام دهد، از طریق بحر این کار را می کند و نیاز به افغانستان هم نیست. پس این موارد واهی و غیر حقیقی اند و این تنها به خاطر توجیه حمایت پاکستان از طالبان است. Just to justify that this is why we are supporting Taliban. Mr. Ambassador, let's talk very briefly. آقای سفیر، چون فرصت اندک است به این پرسش‌ها کوتاه پاسخ دهید. آیا از گفتگوهای صلح پشتیبانی می‌کنید یا نگران هستید؟ Do you support the ongoing peace process or not? Or you have concern about? We have no concern. ما نگرانی نداریم اگر به رهبری افغان ها باشد. رهبری افغانستان هست یا نه؟ رهبری افغانستان. اما شما پیشتر از این به گونه واضح از نگرانیتان در مورد کنترل سیاست خارجی افغانستان توسط پاکستان سخن زده اید. I don't think that's going to happen. چه وقت؟ Afghanistan is a sovereign country. شما نگران هستید؟ نه، ما گفتیم که نباید حاکمیت بجز از حاکمیت افغانستان در درون این کشور باشد که این یک گروه بعدتر بر ضد هند استفاده شود، چنانچه در گذشته صورت گرفت. ما میخواهیم مطمئن شویم که چنین اتفاق نمیافتد. اما شما از پاکستان نام برده اید. نزدیک به 3 ماه پیش شما در این مورد گفته اید که نباید پاکستان سیاست خارجی افغانستان را کنترل کند. پس شما نگران هستید؟ نه خیر، ما اصول داریم که بر مبنای آن اعتراض نمودیم، اما اکنون ما می‌بینیم که وضعیت با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی تغییر کرده است و شانس اتفاق افتادن چنین کار صفر است و ما یقینا متقاعد شده ایم. اما دیدگاهی وجود دارد که شما از چگونگی رابطه حکومت وحدت ملی با پاکستان راضی نیستید. No, I don't think. These are speculations. نه خیر، چنین نیست. این موارد افواهاتند، زیرا ما رابطه خیلی نزدیک با حکومت وحدت ملی داریم و ما با گونه مستمر هم دیگرمان را از موضوعات آگاه می‌سازیم و ما هر چیزی را که می‌خواهیم خیلی واضح بیان می‌کنیم و هند هم از آن حمایت می‌کند.
با عنوان پرسش آخر در مورد سفر رئیس جمهور غنی به هند، هندوستان از رئیس جمهور غنی چه خواهد خواست و روی چه موارد توافق دو جانبه صورت خواهد گرفت؟ ما در مورد برنامه سفر بحث نکردیم، اما البته برآیند این سفر تعهدات هند با افغانستان در دهه تحول خواهد بود. حمایت ما در بخش ظرفیت سازی، موضوعات حقوقی و جرمی، موارد سفر زمینی و انتقال اشیا بخش از برآیند خوب این سفر خواهد بود. و البته ما با همدیگر کار خواهیم کرد که صدور ویزا را چقدر می توانیم تسهیل سازیم که اکنون هم خیلی آزاد است، اما در آینده بهتر از این خواهیم ساخت تا تجربه خوبی از سفر برای افغان ها به هند باشد. But we would like to make it even better, a greater experience for Afghan people who go to India. For the last question, در مورد آینده هم بگویید. دید هند چگونه هست؟ Vision you to support the Afghan government and Afghan people, what will be that? See, unfortunately in the past, and I'm not talking of India, ببینید در گذشته بیشتر کمک ها در افغانستان دید نظامی داشته. ما باید بیشتر از این فکر کنیم که آن بیشتر رشد اقتصادی خواهد داشت. رشد اقتصادی که در بخش سرمایه گذاری، فناوری، کارخانجات و ظرفیت سازی خواهد بود که این می تواند اقتصاد باثبات را به همراه داشته باشد. پس تمرکز ما این است که اساسات را بسازیم. ببینید موضوع کمک های نظامی ممکن در مورد امروز باشد، اما ما دوست داریم که روی موارد تمرکز کنیم که برای آینده افغانستان مفید است. پس کمک های ما در بخش جوانان، زنان، آموزش و پرورش و رشد اقتصادی ادامه خواهد داشت. تشکر آقای صفی. تشکر از گفتگو با شما، خرسندم.